میام تست کن. باشه فرات کرد فریدا. فرات کن. یا تقوی بیا 88 برات بیا بدرو. بچه یازنا خیلی سازی تنجی سلامتی خوبه خدا سازه کارو خوبه زندگی خوبه تنجی خوبی سلامتی سازه خوبی کارو تنجی یازنا جون کارای شوفیو را کنم میدونم کارای خودم سازم با شرف قربان زنگ میزنیم و با وای گشته میگوییم اکا جون من یک مخلصی اشدی شما هستم که ای خوردیم بسیار سرودهای شما را گوش میکردم اکا جون اگر امکانیتش باشد من یک آدم کم بیزاد هستم تگی 1,500 سامان دارم باید دبل زکست کنیم برای توی همون اما اگر شما گپی مرا گیرین سخنی من از این همین 10,000 سامان را به شما میدهم آماده توی مرا گذارین میبینیم کنی آدم خاکسار هست یا نیست اگر راضی شود 2,000 را توی ندارم هم 10,000 توفش میکنم اگر راضی نشود بکنیست تماشا کنید برنامه را در گودو گروه خوب میشه من چند روزی نمیروشم میکنم اکای شرف قربان گودو گروه گودو گروه ایستاده است السلام علیکم و علیکم السلام اکا جان چه خیلی شما سازه سلامتی خوبه کارو خوبه اکا جان اکا جان من یکی از مخلصان اشدی شما که من شما را طول 10 سال زیاد شد که سرودهای شما را تماشا میکنم و مخلصی اشدی شما هستم اکا جان اکا جان امی یک خواهشی برادرانه خواهشی دادارانه دارم برای شما اکا جان من امی یک آدمی کم بیزاعت هستم اکا جان توی دارم نصیب باشد توی دارم اکا جان و زیاد میخوام که همین توی مرا شما گذرانین نه که شرایطم سسترک اکا جان همون قدر سومی دارم که باید دبل بیاریم ده مقصد 1,500 سامان ولی دارم باید دبل پبل بیاریم نه که من نمیخوام دبل بیارم میخوام شما اومده توی مرا 2 ساعت 1,5 ساعت سرود خونت گذارن من بسیار شاد میشم اکا جان توی ما اکا جان در همین شهر دوشنبه میشوه اولا بکا برای اون اینسترومنت اپارات اون سیستم میومم کنیم خدمت میشه اکا جان کم ترک بلند گپ زنید التماس که کم ترک تلفن ما پس آواز اومده است کی نشنیده است میگم 1,500 تا یگون اپارات و سیستم انسامبل اسکو اوه خیلی اون سیستم انسامبل بار بده همین آدم کم بیزاد باشی میگم در خدمتت میام آخر خدمتت میتونم کنم از سر من زکات یکی نمیدونم فقط میگم برباره دیوردم میشه مقصد که همون اپارات همون یما خو دبلچی همون را ما بیاوم سوما بتمشون فقط حافظ نیارم حافظ شما میای همون 2-3 ساعت یا 1,5 ساعت شما خدمت میکنید در توی مکه ان شاء الله دبل خدمت همچون برادرانه اکا جان بله در نام صدقه 1000 رحمتی خدا بر شما اکا جان من باور که خیلی امید از شما نداشتم برای اینکه ما شما دستورالعمل مخلصم چندین سال شد میبینیم این خودم این سریوزی خول کردم که شما سخنی من رد میکنید من جانی بگ هستم هنرمند تئاتر و سینما رژیسور که یک برنامه ثبت میکنم در صحیفه‌های اجتماعی میپرتم که با اهل هنر میشود و در آخر برنامه میگردم میگم که باز با کدام هنرمند زنگ زدم و مخلصان شما زیاد بود هستن نویسن که به شرف قربان به همه خاطر اکجام به شما زنگ زدم خواستم که شما رو یک بسنجم پراست من شما رو سنجیدم که چی میگین ما در برنامه اکجان ما برنامه دیم سلام و تمام مخلصان و تشکر زیاد که گفتی که در برنامه زنده باشید سلامت باشی اکجان برای شما یک تحفه گذاشتگی هستم با مبلغ همین 2,000 سامان گفتم کم بیزاعت میسیسه که با همین مبلغ 2,000 سامان برای شما تحفه گذاشتگیم انا که شما دوشنبه تون گپ زنین در همین رقم یا دیگر رقم برای شما پریواد کنم تحفه رو مادر کم بیزاعت
زنگ زده میگه که بچه‌م دستگیریم که وزیرانتر وضعیت هم میستاید نمره دیگر هم میتونید همون کامبیزوها دم و پرتوش اینو میشارد کاربون بنویسی. نه اکجا من خیلتون دم میگذارم خیلتون بعد از خیلتون خیر کنه که من خیلی نمیتونم کرده. خیلتون بعد از خیلتون من توفه را برای شما دادم خیلتون بدش میکنه یا میره نه حالش خبر میگیرین. که همین نمره رو دادشم بیسته بگذارم. آزی همین خیلی اکجا من اینم میگذارم. شما ببینید بیا اپ. اینا دوستان عزیز اکجان یه بار ببینید شما دوشنبه 30 تا نکوز اینا گذاشت ایما گیری فوجه ساوسی نه تلفنم باید ما بکشم ببینم دوشنبه نه یه بار هم خب چی بتن زگروز که بتن از باید شما ما باشه فرق نداره باید گلال اینترنت گیریام نه اینترنت برام میتونم از کشلی گذارم جه سبچین تا من برایش کاز ماجه در پس در ثبت مستقیم هستم در مقصد اجازه بکشم چی کنه منتج میگن دروغ یا بر هم خشمه بجای سبچین تا نکو ببینین با مبلغ 10,000 اومد تشکر اومد از اکجان اکجان تا دنیا هست شما باشه هزار رحمت به این فعل و رفتارتون خداوند شما برکتتون بده خداوند شما روزی باشه که این خیلی انسانای کم بغل شما دستگیری میکرده بود هستین دشما جانم سلامت باشه زنده باشه اکجانی ما یکم خدمتشم یا رقبای من رژیسور هستم ای دست اومگه دستگیری تا میکنم خوب شده زنده باشه اکجان خب باشه دوستان عزیز دیدین نه که شرف قربان چقدر یک انسان خوبی خاکسار بوده اگر یگان رکلامهایی باشد به صفحه من مراجعت کنین آماده خودم خوش تو سخن کرده رکلام کرده در کفای برنامه میذارم یا در اینستاگرام یا در تیک تاک در استوریاش میمونم اویدی رکلام دلیش که من نویسید زنده باشید سلامت باشید